Сухбати Шомгохи дар телевизиони канали. Rahmat, teşekkür aziz, selamat olsun. Mahmudjon. Teşekkür aziz ne? Teşekkür ziyad. Vay ben neresi ziyad işte? Siposi beyanı istedi ki kanlı ne kadar. Tamam. Ben seni nigah istedim içi. Teşekkür ziyad Mahmudjon aziz. Mehmanani tamaşabidan. Neyse. Salam sad salam nuri dida. Salam kağızat barma rasida. Nameşadin şöyle. Şöyle. Nameşad gunkudi. Ya şöyle nameşad gitarı. Size mi? Size mi gufteşim o? Ben mi gufte ki agar mo hem be vay boşe. Sazavo. Ha. Mümkün هم بسیار اگر مایل داکو. مثلا زخمونی دیده که گاز نمی‌دونم فهمونی دارم. من یک گرگم نمی‌تونم ساخته. کوشید بیاز. سیدو. زه. سیده تو همین. ممنون. میبخش. Сухбати Шомгохи дар телевизиони канали. Фаро расидани шом боиси хушнудии мо гардида истода, зеро ки бо баробари омадани ана ҳамин шоми зебо мо хостем нашри дуюмини барномаи Сухбати Шомгохиро дар маркази шаҳри Хуҷанд таҳия намоем. саломатон арз менамоем ба оное ки айни замон моро чун ҳамешагӣ аз он тарафи экран ҳамраҳӣ карда истода, яъне чашматон сӯи мо аст. бениҳоят фароҳманд аз он ҳастем ки шумо чун ҳамешагӣ бо мо ҳастед ва мо пешниҳоди шумо месозем барномаи Сухбати Шомгохиро. бинандагони азизу арҷуманд, бояд қайд кард ки чун ҳар вақта мо даъват намудем ба ин барнома як меҳмони азизу олиқадреро ки чеҳрааш аллакай ба ҳамагон ошно аст, ё гӯем ин чеҳра ба муаррифии воҳиманок ниёз надорад. Искандар Каландаров, ассалому алайкум. وعلیکم السلام محمودجان. سلامت باشید. تماشاگران عزیز، شام بخیر به همه شمایان. بسیار خرسندم که همین روز محمودجان با ما رو به این برنامه تکلیف کردن. با همراه مخلصان بسیار خرسند هستم که همین روز ما یک جای واخوردیم. سپاسی بیاندازم. من البته با شما نیز فرا رسیدنی همین شام زیبا رو بخیر و شادی باشد میگم و امیدوارم هستم که همین شام زیبا باعث بیدار گردیدن الهامی اسکندر کالندارов میگردد. البته. سلامت باشید. خب اسکندر، اولا پرسان شویم از طبع شما. طبع شما چگونه است؟ چون هر وقت بگاه میشد و ما طبعمون خوش میشد همه وقت. اسکندر در دوام روز چند ساعت با خواندن سرودها مشغول میشوید؟ راستی گپ خودی پیشتر با این نه. پیش اکنون نمیدونم جوانتر بودیم چی بودیم. بسیاری وقتا ما فقط در به سرودخوانی آواره بودیم. توی معرکه میرفتیم. حالا باشد خیلی زندگی هست. بار است. دیگر کار وقتی مشغول هستیم. یعنی تشویش زندگی امروز زیادتر به ذمه شما فرآمده است. البته. سلامت باشید. من یک خبر دیگر رو به سهم تماشابینان عزیز و ارجمند رساندنی هستم که همگی چند قبل اسکندر کالندارов دختری کلونی خود رو اویله‌دار کردند. من مبارک باشد میگویم. رحمت، سلامت باشید. با این خبری خوش شاید بسیاری از مخلصان شما باوریشان نیاید، ولی این حقیقت است. بسیاری جو میگردیم که میگن که اسکندر جان شما خودتون بچه یاش میگید دخترتون به شوهر دادید. سال دیگر خدا خواهد نکن بابا میشوید. باورم نمیاد. میگم خیر کن نصیب کن همین بوده است. تشکر. من خود اسکندر برای بابا شدن آماده باشد. البته خدا با شکر میگیم که بسیار خوشبخت شوم. باز چی تمنیات برایشان؟ فقط پدر برای فرزندان چی میخواد؟ فقط خوشبختی رو آرزو دارد. دیگر هیچی. فقط خوشبخت باشند و سیر نبیره دار شویم. سلامت باشید. تشکر. من در مورد گسیل فرزند اشک در چشمان شما حلقه زد اسکندر؟
چون پدر هستید از کودکی از شما به دست میگرفتید. شما فرزند دارید محمود جان؟ حالا نه خیلی وقتی که دختر حالا نه خیلی نصیب باشد دختردار میشد فرزنددار میشد وقتی که دخترتون به شوهر میدید این حسیات رو خودتون میفهمید همین پدران این در رو میدونند خیلی نمیگوید یک دردی خورسندی هستیم. ما تمنا میکنیم که بگذار سال آینده وقتی که اسکندر قلندرов رو با برنامه دعوت میکنیم بگذار معرفی کرده باشیم که اسکندر بابا بگذار چونی معرفی کرده باشیم. این البته نیتی خوب است. نصیب سلامت باشید. تشکر بپود. بینندگان عزیز و ارجمند بهر فراغت دوچند شمایان ما خود حاضر از اسکندر قلندرов طلب میکنیم خواهش میکنیم که یکی از ترانه های معمولترین گروه اقبال که مرجونه و باز چند ترانه های دیگری که داشتن سرایند تا ما از آواز فورمی ایشان بهره مند گردیم. با شما تماشای خوش رو تمنا میکنیم و از اسکندر قلندرов خواهش میکنیم که ترانه مرجونه رو به طور زنده پیشنهادی ما بو شما گرداند. مرجونه گفتم زودتر از من برم مرجونه بر من مده دیرا مرجونه آخر من به وفا مرجونه بر تو گفتم من به وفا مرجونه تنم از زن مرا مرجونه آخر من به وفا مرجونه بر تو گفته بودم من به وفا مرجونه مرجونه تو در آسمان من در زمین مرجونه من خندانم و تو غمگین مرجونه بر من مده دیرا مرجونه آخر من به وفا مرجونه بر تو گفتم من به وفا مرجونه تنم از زن مرا مرجونه آخر من به وفا مرجونه بر تو گفته بودم من به وفا مرجونه مرجونه ty wierności mojej nie żdi مرجونه забудь меня ты прости مرجونه со мною счастья не найдешь مرجونه со мною ты же пропадешь مرجونه любя меня ты пропадешь моя مرجونه مرجونه تنم از زن مرا مرجونه آخر من به وفا مرجونه بر تو گفته بودم من به وفا مرجونه. احسن. آوازتون خسته نگردد. آواز کم در خسته شدگی است میبخشیدم اینکه یک بار من رو دعوت کردید به تیاری به اینجا اومدیم برای همین کمتر آواز خسته است نباید یکم آوازم خستگی باشد بخشش میپرسم. سلامت باشید. تشکر میگویم که اومدید. مهمش شما اومدید. مهمش این لحظه شما با ما هستید. مهمش این لحظه با مخلصانتون هستید. من تشکر میگم. و من در دوام فعالیت گروه اقبال چند ترانه ایجاد کرده است؟ دور رحمت کند شادروان حسن جان. خب یک جای یک بار شمرده بودیم همین سرودای از 100 تا زیاد بودم حالا نمیدونم حالا نشمردم راستیگه از 100 تا زیادتر است این سرودای گریخ با. خب اسکندر شما که ضمن سخنرانی خویش از شادروان حسنی ولیزاد یادآور شدید من میگفتید که فوتیدن حسنی ولیزاد خود اسکندر قلندرов رو تا کدام اندازه رو افتاده ساخت؟ این کاروش که نمیدونید که باوری نداشت که همین کار رخ میدهد. خب حسن جان از راستی بیمار بود میدیدیم که عذاب میکشید. بیماریشون چند مدت طول کشید؟
بیماریش چند سال دوام داد چند سال دوام بیمار بودن اصلا جان بیمار بود چند سال بیمار بود با آن همون مریضی هم روی صحنه میبر اومدن با بیماری تا آخر تا حتی سرد آخرینی که ملکه ما سرایده بدیم در کاخی باربر در همونجا معلوم است که اصلا جان بیمار بود در صحنه به زور استادم سرایده بودم جای جانت باشد بگذار روحش شد باشد همه رو باید در حیرت مانند که تو من هم از گروه می رفته بودم رفتنی بودم صحنت رو می پرتفته می رفتنی بودم با چیکار مشغول می شدید وقتی که شما از صحنت دست می کشیدید و جز آوازخوانی امروز شما داروی باز یگان هنر هم هستید معلوماتی اولی دارم خب با اختصاصی نالوگ اینسپکتر کارمندی انداز کارمندی انداز خیلی ممکن اگر صنعت رو ترک میکردم با ممکن کارمندی انداز میشدم نیت داشتم که به روسیه روم به شهر روسیه من شمخش شد که نرفتم وقتی که حسنی ولیزاد فوت دید بسیار نفران گفتند که گروه اقبال تمام دیگر نمیتوانند مثل پیشینه شود همین سخنها تا به گوش شما آمده رسیده است البته بسیار میرسیدن بسیار سوالها میشد بسیار آدمو گپ میزدن گروه اقبال نمیافتاد خوب نمیشد گروه اقبال هیچگاه از بین نمیرود در دل مخلصان تا ابد میماند به فکر من ما میخواستیم که همین شاگردای گروه اقبال رو دوام دهندگان گروه اقبال رو به پیش براریم آنها نتونستند گروه اقبال رو با دوام دهند پیش وقتا ما بسیار بودیم من حسن جان فیروز جان دلاور حسین ما هم یک جای کار میکردیم حالا باشد من خودم کار کرده ایستادم برای من کمتر به من مشکلی است مبلغای زیاد در کار است برای برآمدن برای همین کمتر مشکلی است بعضا نفران میگویند که اسکندر هر چقدر که کرد ولی نمیتواند مثل پیشینه شود مثل پیشینه که مشهور بود شهرتیار بود مخلصای واقعا هم زیاد داشت هر چقدر که امروز کند نمیتواند مثل پیشینه شود در این باره خود اسکندر چی میگوید پیش یاش بودیم خب میگم پیش یاش بودیم یک ذوق صحنه براری داشتیم خب می برآمدیم یک با هر مخلصان در صحنه بازی میکردیم رقص هم میکردیم بازی هم میکردیم با مخلصان هم صحبت میشدیم حالا باشد سال کمتر برآمد میکنیم من به مخلصان عزیز بسیار عذر میخواهم که من وعده داده بودم که تا ماه سپتامبر من کنسرت تشکیل میکنم ولی نشد یکی حرکت دارم تا نصیب تا سالوی نو تا سال نو یک کنسرت خود رو برپا میگردانیم البته ما حرکت داریم حاضر سردوی نو شده ایستاده است سلامت باشه اسکندر یک سوالی دیگر رو پیشنهاد میکنم بعد از اون میگذاریم باز هم با پیشنهادی هنرنمایی شما سبب یک بار شهرتیار گردیدن گروه اقبال در چی بود ما چی باعث گردید که این قدر هم گروه اقبال شهرتیار گردید سببش در چی بود یکمش اینکه ما میگفتیم که به ما خدا نظر کرد خب یعنی بزرگ به ما نظر کرد دیگه‌مش اینکه میگفتن که یک بچه‌ی زیبا اسکندری زیبا نه تنها من حسن جان همه گروه اقبال همه بچه‌ی دیدنی باب هم خیلی بودیم خب بعد حافظان کم بودن رقابت کم بود سلامت باشید خب اسکندر همان زمان ها هم میگفتند و امروز هم گاه میگویند که گروه اقبال گروه رقم یک بود هست و میماند از نظر شما واقعا هم گروه اقبال رقم یک بود آن وقت رقم یک بود به نظر من ندونم این رو فقط مخلصان میدونن فقط شنوندگان میدونن فقط هم کسی که ما رو گوش میکردن کسی که ما رو پسند میدیدن اون کسا میدونن بینندگان عزیز و ارجمند در برابر صحبت میسازد که این لحظه ها از مهمانی برنامه خواهش کنیم تا بهر ما و شما باز یک ترانه دلانگیزی
گروه اقبال رو پیشنهاد کنند. زیرا ما و شما دوستداری آواز و هنرنمایی اسکندر قلندرف هستیم. از شما خواهش میکنیم. در کنارت من دریای سیر، آبی چشم من با خود بگیر. در کنارت من دریای سیر، آبی چشم من با خود بگیر. چو ماهی میروم تنها به تنها، چو آهو میروم صحرا به صحرا، چو آهو میروم تنها به تنها، چو ماهی میروم دریا به دریا. زمین و آسمان را میزنم پر، که باری یابم تنها به تنها. زمین و آسمان را میزنم پر، که باری یابم تنها به تنها. در کنارت من دریای سیر، آبی چشم من با خود بگیر. در کنارت من دریای سیر، آبی چشم من با خود بگیر. علای نازنینی ما پیکر، لبی دریا بیایی تو زبر سر. علای نازنینی ما پیکر، لبی دریا بیایی کو زبر سر. لبی دریا بیایی آب اگر نیست، زی دریای دلی من یاد آور. لبی دریا بیایی آب اگر نیست، زی دریای دلی من یاد آور. در کنارت من دریای سیر، آبی چشم من با خود بگیر. در کنارت من دریای سیر، آبی چشم من با خود بگیر. سلامت باشد. تشکر میگیم برای پیشنهاد کمپوزیسیون مخصوص و ما طرفدار و جانبدار آن هم هستیم که همیشه پروازهای شما در نقطه‌های بلندترین سند باشد. تشکر. میدونیم از اونایی که بعضی از همکسبای شما در دوام فعالیت اینقدر حرکت میکنن، کوشش میکنن برای گرفتن عنوان و جایزه ها، ولی میبینیم که اسکندر اینگونه نیست. یعنی کوشش نمیکند که یگان عنوان گرفته باشد، یگان صاحب یگان جایزه گردیده باشد. سبب در چی؟ تو با امروز یگان عنوان گرفته اید؟ حداقل علوچی فرهنگ جمهوری تاجیکستان باشد. من چیزی که میشنوم حاضر سراینده یک سال نشده علوچی فرهنگ جمهوری تاجیکستان میشوند، لیکن نمیدونم که چی خدمت کردم، چی کار کردم. اکنون تا حال مال نگرفته ایم. تا هنوز ما به ما این جایزه رو ندادن. برای چی؟ شاید کم خدمت کرده باشیم. ما فقط انتظار میشویم که به ما این جایزه رو سپارن. به ما فقط جایزه ای که ما سال 2003 2005 در سال سال برآمد کرده بودیم، اقبال همین جایزه رو به ما سپاریدن. جایزه روی بلند رول نگرفته ایم. تا حال از آمدن دیگر عنوان و جایزه ها درکه نیست. نیست. خب در دوام فعالیت آیا گروه اقبال برنامه کنسرتی خیش رو بیرون از تاجیکستان هم پیشکش مخلصانش گردانده است؟ سال 2005 بود با جمهوری ازبکستان یکمین بار کنسرت مانده بودیم. در کدام شهرش؟ شهر تاشکند، شهر اولمالی قنگرین. تشکر بپایان میگم تماشابینان عزیز و ارجمند. شام که فرا رسیده است. در این شام زیبا گوش انداختن و ترانه‌های دوست داشته و موسیقی دلانگیز بسیار خوش است. از این خاطر هم ما از مهمان برنامه خواهش میکنیم که باز یک کمپوزیسیون دیگری گروه اقبال رو خود حاضر بهر ما و شما به طور زنده البته پیشنهاد کنند. بیا بیا بنازم آخر مرا از برم، تو رفتی و من ماندم یاری به وفا. شبای من تنهایم، به تو من گریانم، چرا رفتی از برم یاری
وفا ای جان عزیزم مکن تو فریبم مخند تو بر حال من مکن فریبم مکن فریبم ای جان عزیزم مکن تو فریبم مخند تو بر حال من مکن فریبم مکن فریبم روزایی که با هم بودیم یاد دارم در دل خود نگاهی تو میکرد دیوانه مرا یاد دارم چشمانی تو چشمان شهلای تو نگاهی نرگسی تو تا حال در خیال من ای جان عزیزم مکن تو فریبم مخند تو بر حال من مکن فریبم مکن فریبم ای جان عزیزم مکن تو فریبم مخند تو بر حال من مکن فریبم مکن فریبم مکن فریبم مکن فریبم تشکر به پایان میگیم و تمنای آن را میکنیم که بگذار دوست داشتگان هیچگاه همدیگر را فریب نکنند همدیگر را صدقاً و صمیمانه دوست دارند البته این از همه بهترین چیز است فریب چیزی بخشیده نمیشود بخشیدنش خیلی دشوار است البته خب سلامت درباره عشق و محبت حرف زده ایستادیم یک بار عنوان جوانی شما رو هم یادآور شویم شاید یگان دخترک خود اسکندر رو نیز فریب کرده باشد او رو بسیار فریب میکردم برای همین قدر سرودها رو ما ایجاد کردیم کدام سرودها رو نشنوید سرودهای ما فقط درباره فریب و بی‌وفایی درباره همین چیزا بودن اسکندر اولین دوست داشته شما در آمانی مکتبی بود در آمانی مکتب خانه یا دانشجویی راستی گپ ما تا حال یگان کس را دوست نداشتم انیق فقط اویله خودم فرزندای خودم رو فقط دوست می‌دارم تمام سلامت باشید بگذار دوستداری اویله خیش باشد و محبت در اویله شما همیشه حکمران باشد بینندگان عزیز و ارجمند البته که ما با شما تماشای خوش را تمنا میکنیم و یادآور میشویم که شما این زمان برنامه صحبت شامگاهی رو همراهی کرده ایستادید خب اسکندر دونسته میخواستیم همون زمانهایی که گروه اقبال با توی و معرکه های مردم میرفت چه مقدار مبلغ به دست می آورد از یک توی اون وقت راهبر گروه اقبال نسیم جان یوسف و فریز جان یوسف اون کسان پرودوسرها با مبلغ گروه اقبال هم سر کار داشتم ما تنها هنرنمایی تنها فقط برای هنرنمایی ما فقط کار میکردیم برای آبروی برای مبلغ نی برای آبروی ما خب به هر صورت بعد اونه که معرکه یعنی توی به پایان رسید هنگامی پیش از رفتن به خانه شخصانی مسئول یا گوییم به اصطلاح دیگر پرودوسران مبلغ میسپاریدند کو چند مقدار مبلغ میسپاریدند خیلی مخفی است مبلغ‌های حاضر زمانه نظر به همون دورها زیادتر است لیکن اون وقتا نرخ نوا هم کلان دیگرگون بود برای همین گفته می شود که از همه قیمت گروه اقبال می رفتند گروه اقبال فقط گروه ما با یک چند گروه ها بودند که از همه قیمت می رفتیم اون وقت به فکر من 250
دلار آمریکایی بود 300 دلار آمریکایی بود. یعنی همون زمان ها گروه اقبال با مبلغ 250 تخمینا 250 دلاری ایالات متحده آمریکا با توی معرکه میرفتن. میرفتیم. خب این یک معلومات عجیب از آثارخانه گروه اقبال گویم اشتباه نمیکنه. باید این گپ رو من نمیگفتم. ولی به هر صورت فکر میکنم برای مخلصان شوق آور است که همون زمان ها چند مقدار مبلغ با توی معرکه میرفتن گویان. روزش میشد که با یکان آدمی کمبغل بیاد ما تا حتی به پول میرفتیم به مبلغ میرفتیم. یعنی چونی حالت ها میشد؟ میشد البته ما میرفتیم با یکان آدم معیوب باشد و می آمد پدر مادرش می آمدن که فرزندی ما شما رو نیت کردن ما می رفتیم خدمت می کردیم برای پول نه برای که ما رو دوست دارن مخلصان تا حالا می گویم که من توی من با آمدگی است دکو چون به پول توی من آمدگی از رحمت میگن ممکن با دوی اون کسا ما تا حال دست نباشیم. آوازه‌های به گوش ما رسیدند که گویان که اسکندر قلندرов با دادر خویش ناگپی باشد. تو کدام اندازه انا همین گفته ها حقیقت دارند؟ یعنی با دلاور. نه این گپ ها نادرست است. من با برادرم در یک خانه زندگی میکنیم. ما ملی ما نغز است. این گپ ها همش گپ. یعنی اساس ندارد این گپ ها؟ نه خلاصه باری هم مناقشه بین شما و دلاور سر نزده است که شما ناگپی شده باشید؟ نه خدا نگاه دارد این روزا. تماشابینان عزیز و ارجمند خوشحال از آن هستیم که شما با ما هستید ما را همراهی کرده ایستادید. بعضا میشمیشویی که بین مردم پیدا میگردن خواستیم با انا همون آوازه ها روشنی اندازیم. حالا باشد ما روی میاریم با هنرنمایی نوبتی اسکندر قلندرов. بی‌وفا یارم کرده غم بارم بشنوه یا شنا از دل زارم بی‌وفا یارم کرده غم بارم بشنوه یا شنا از دل زارم بشنوه یا شنا از دل زارم بین ما هرچی بود زیر چرخی کبود شد میهانه دل هرچی بود و نبود بین ما هرچی بود زیر چرخی کبود شد میهانه دل هرچی بود و نبود بی‌وفا یارم کرده غم بارم بشنوه یا شنا از دل زارم بی‌وفا یارم کرده غم بارم بشنوه یا شنا از دل زارم بشنوه یا شنا از دل زارم روز و شب نالا همچو خوبارم سینه پر ز خون من ز غم دارم روز و شب نالا همچو خوبارم سینه پر ز خون من ز غم دارم بی‌وفا یارم کرده غم بارم بشنوه یا شنا از دل زارم بی‌وفا یارم کرده غم بارم
بشنوه آشنا از دل زارم بشنوه آشنا از دل زارم تشکری به پایان. من با باوری کاملم گفته میتوانم که همان نفرهایی که این زمان ما رو تماشا کرده ایستادند به یاد آورده ایستادند سالهای 2005 2004 2003 که این ترانه ها رو شاید هر روز گوش میکردند، هر روز زیر لب زمزمه میکردند و میگفتند که کی با اسکندر قلندرов و حسن ولیزاد روبرو میشده باشیم، کی یک بار با آنها سلامت میکنیم و سر یک پیاله چای صحبت میکردیم. ممکن شاید. خب سلامت باشید. نگار تو در کنارم، نگار دوستت میدارم، شکری خدا تو را دارم، برایت نماز آرم. نگار تو در کنارم، نگار دوستت میدارم، شکری خدا تو را دارم، برایت نماز آرم. شکری خدا تو را دارم، برایت نماز آرم. هر جا که روم تو میرسی بر یادم، چوکت که داری همیشه در فریادم. خواهم که همیشه پیش رویم باشی، هر لحظه تو میرسی بر یادم. خواهم که همیشه پیش رویم باشی، هر لحظه تو میرسی بر یادم. نگار تو در کنارم، نگار دوستت میدارم، شکری خدا تو را دارم، برایت نماز آرم. نگار جان در کنارم، نگار دوستت میدارم، شکری خدا تو را دارم، برایت نماز آرم. شکری خدا تو را دارم، برایت نماز آرم. نه 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 آن که دلت بینم، نه طاقتی آن که دلت بینم. نه آیبونا نشسته بر میگردی، در نیمی نفس چگونه سرت بینم. نه آیبونا نشسته بر میگردی، در نیمی نفس چگونه سرت بینم. نگار تو در کنارم، نگار دوستت میدارم، شکری خدا تو را دارم، برایت نماز آرم. نگار تو در کنارم، نگار دوستت میدارم، شکری خدا تو را دارم، برایت نماز آرم. شکری خدا تو را دارم، برایت نماز آرم. شکری خدا تو را دارم، برایت نماز آرم. باسم تشکر و جوانی سپاس برای این هنرنمایی بهترین. تشکر رحمان. سپاس. خب اسکندر در آوان جوانی بودن زمانهایی که مشکلی به سر شما آمده بود، بهر حل انا همان معما یا گوییم به دست آوردن موفقیت شب شما خوب نمیکرده؟ ما از اون اویلایی نیستیم که مذبینی ندیده باشیم. مذبینی ها رو دیده ما اومدیم. بعد از صدروان پدری من گذاشتم و خب از یاد رفتم. بعد ما بسیار مشکلات کدام سال گذاشتن؟ سالهای 93 94 93 ما بسیار مشکلات کشیده بودیم. خدا نظر کرد که من در این تئاتر کمال خوجندی کار میکردم. اون وقت 15 ساله بودم در این تئاتر کمال خوجندی که پدری من در اینجا دیرکتور بودن. بعد از وفات پدرم من در اینجا کار میکردم. بعد از همون وقت من در همینجا میشتم، با همین گیتار میشتم و
سرودای میخوندم این استادانی عزیز ما سایرم میسوی و بودن صدروان سلام اسلام سلام همشون با من میگفتن که این صحنه رو ترک نکن پدری تو در این صحنه ها قدم ماندگی هم در اینجا برآمد میکردم تو هم این صحنه رو صحنه ترک نکن. عموما سبب فوت پدر شما در چی بود؟ چی باعث کردید؟ این ناگهان کسی انتظار نبود دولینه چی میگه فشارشون بلند شد یک بار همخه شدم. اسکندر باشد یگان ارزویی که تا به امروز شما انتظاری عملی گردیده نشستید، یعنی گاه به خود میگوید که همین ارزوی هم کی عملی میگرده باشد؟ ارزوی من همین که یگان پیش از همه مادرم 100 سال عمر بینند بگذار ما طرفدار هستیم دیگه ماشین که یک ارزو دارن که فرزندانم خوشبخت باشه. خب خودمون خوشبخت صحت سلامت باشیم از صحنه دور نرویم از دل مخلصان دور نرویم. یک ارزوی ما همین است. با چیز ارزو میکنیم بویگری ارزو نداریم نمیکنیم دیگه چی ارزو؟ یعنی اسکندر ارزوی ندارد که به مثل دیگر همکسبانش با نقلیات های وهیمناک سوار شود. این گونه ارزو نیست. این رو اگر خواهیم میکنیم خودم. خب خیلی ارزو چی؟ فقط خواستم در کنم اگر خواهیم میشود البته. سلامت باشید. بینندگان عزیز و ارجمند، ما استفاده از این زیبایی های شهر خوجند خواستیم با اسکندر قلندرов یک صحبتی صمیمی داشته باشیم و در هفته صحبت چون شما پای بردید ما کوشش کردیم که چند پهلوهای دیگری زندگی اسکندر قلندرов رو برگردان نماییم. ما امیدوار هستیم و فکر میکنیم که با شما پسند اومد این صحبت ما. اگر مبادا یگان کمبودی رو شما مشاهده کرده باشید البته از شما عذر خواهی میکنیم و در برنامه این بعد البته کوشش میکنیم که انا همین کمبودی و نقصان ها رو روی پوش گردونیم. برای تشریفتون تشکری به پایان میگیم اسکندر. تشکر زیاد محمود جان، سلامت باشید. و تمنیات نیک شما بهره دوستداران و اخلاصمندان هنرتون. تمنای من فقط همین است که فقط با ما باشن با مخلصان فقط با گروه اقبال باشن. سرودای ما همیشه با شما زنده است. سلامت باشید تماشابینان گرامی. بینندگان عزیز و ارجمند، یادآور میشویم که این نشر دومی برنامه صحبت شامگاهی بود که تا این لحظه ها پیشنهاد شما گردید و ما کوشش میکنیم که به طور زوده نشرهای نوبتی برنامه مذکور را تهیه و پیشنهاد شما گردانیم. باقی با همه شما تنصیحاتی میخواهیم خانوادگی، نیکنامی، سربلندی و پیروزی و کامیابی و ظفرمندی بیزار همیشه همراه شما باشد و یادآور میشیم که طول این لحظه ها با شما بودیم اسکندر کالندارов و از خلفای کامера باشد نواربرداری ما نادری نسیمزاد و من چون همیشگی محمود خان احراری. تا برنامه آینده سرمایه باشید. صحبت شمگاهی در تلویزیون تنین. یه اکرم عبداللهیف السلام استاد. در روی صحنه نیستیم. سببش در اون است که از جهت صنعت گوییم یگان مشکلی ها پیش اومدن. $25 ارزش که ما روی صحنه بروندیم. گویا کلر سان میشمدی هر چوب سنگی من دلم. من شاگردی استاد اکرم عبداللهیف. شیرلی یک سرودی دیگه باشود. شادم از آهنگی خرسندانه چند گربان. اکرم جان عبداللهیف شدم تا مکان. خیلی که آزادی داستی چه بودیم. حالی هم خیلی. صحبت شمگاهی در تلویزیون تنین.